حالا در مرکز میدان سیفالله از صاحبان میدان و کتب از پزاره قوازمایی میکنند. بعد همین قوازمایی آنکه تطبیق شده است که داور میدان پهلوان شناخته اسرائیل جان میرف آماده گشتگیری میشن و گشتگیری زیبای میرف را داور درجه بین الملل حاجی مقصود اشور داوری میکنند. بعد همین قوازمایی اگر یگان پهلوان همسنگر باشد با پهلوان اسرائیل جان آماده شود. توفهای ارزنده معرفی زیبنده برای شما انتظار است. کتای باپاری مرحمت استراحت میکنید. اسرائیل جان میره آماده گشتگیری شده. پهلوان جوان دم میده حاجی مقصود داوری میدانداری میکنند تا آماده شدن اهدا به پیشوای ملت. کرسیت از پرتای مکتب، منبرت از درزه دهقان، پای اندازت به محفلها، هر قدم از پرده دلها. پیشوای ملت زردوش، پیشوای ملت مزدک، پیشوای ملت عینی، پیشوای ملت واسه، جانشین آل سامان، قهرمان تاجیکستان. از دم آتش گذشتی چون سیاوش، کرد آتش را تو خاموش. از سر سرحد گرفتی هر فراغی را در آغوش. جنگ راهی بیار. اسرائیل جان میرف برادر بزرگ محمد جان میرف جهان پهلوان آماده گشتگیری هستند. از کمیته تشکیلی یک سر گوسفند برای این قوازمایی جدا می شود. مرحمت پهلوان های همسنگر اما قد و قامت وزن دیده بعد با میدانداری برای از دو سر هیکل تراشان هیکلت را می تراشند، هیکلت را می گذارند. با قرار قصر وحدت هیکلی والای برقد، سنگر سنگین استقلال چون پدر سالار ملت. واقعا امروز هر صدان سخن کنیم در ستایش پیشوای ملت کمی میکند. واقعا تا هدایتی که پیشوای ملت برای احیای تاجیکستان نبی گفته بودند در عمل تطبیق شدند. حالا از نام رئیس مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مسکو برای گشتگیری‌های زیبایی محمد 500 سامانی مسعود جان از نام علیزاده اعظم نوروز برای گشتگیری زبان نشست. ما برای همت بلند شما تشکر می‌کنیم و از زبان کل حاضرین می‌گیم نوروزتان پیروز باد. هر روزتان رئیس محترم نوروز باد. من ایمان کامل دارم که این همت بلند شما را اهل زحمت ناحیه به اعتبار می‌گیرند و در پای کار دهقانی کوشش می‌کنند که سزاوار باوری خدمت‌های شما و سایر همکارانتان باشند. محمد جان اسرائیل جان میره آماده گشتگیری هستند. محمد سنگم و در سینه خود لعل و مرجان آخرم، تابش از خورشید عالم پرچم آور کشورم. در آهن چون کهنسال خود فرو دانه شدن دخترش مادری لیکن نام نسبشان دیگر است. بابا فردرشید با اسرائیل جان میرف قوازمایی میکنند با لباس ورزشی سرخ. اسرائیل جان میرف با لباس ورزشی سفید به هر دو پهلوان هم برای کار میخواهیم. فراموش نکنید 500 سامانی از نام رئیس مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مسکو علیزاده اعظم نوروز کوشش کنید که توفای ارزنده را با گشتگیری‌های زیبا خواهیم کرد. پهلوانا توفه اکثر گفتن اینا قبیل که با 500 سامانی و من ایمان کامل دارم که بعد این جشن نوروزی کل مردمی زحمت ناپسند مسکو
و کار بهاری سر میکنند و در ستایش دهقان‌های اصیل گفتنی هم جشن دهقان بس که جون بانده است مهدی پیشوا ساده و پرباور و سخت است عهدی پیشوا من بدم با خلقم و با خلق هستم آمرباد این شکر آمد برون از کان شادی پیشوا هم نفس با خلق خود هستم قسم بر ذات پاک چون مرا تنها ز خلقم قدرت نیرو بود خلقی باشد با خدا آره بود با خلق خود خلقی باشد با خدا آره بود با خلق خود خلقی با خلق است آره با خدا هم او بود پهلوانو غیرت کنید پهلوانو غیرت کنید عهد من عهد جوانمردی با خلق و وطن از دلو خواهش میکنیم و حکم داور حتمی از بازی ثابت نمیشود حکم داور حکم شما رو گوش میکنیم بازی درنگ با سبب که از حلق استفاده بردن بازی ثابت نمیشود پهلوانان بار دیگر خوب آزمایی میکنند غیرت کنید صاحب سخن میگوید عهد من عهد جوانمردی است با خلق و وطن جان به جان با خلق هستم با وطن من تن به تن پیشوا گوید که در هر حرف خود دارد نهان قدرتی راغون و والایی پرچم عهد من پرورد اندیشه من راهنمایی دیگر کار دیگر فتح دیگر رهکشایی دیگر من برای گل شکفته این وطن دارم هنوز در بساط خویش صد جان و صد فدای دیگر مرحمت شریف جان خوش و خرم روزگار پیشابی را به هم سازیم کفی خاکی وطن بوسیم هر صبح سحر خیزیم جوانی فرورگیری وطن جان تاجیکستانم همه چون شعله افشانیم ز یک مادر وطن مانیم حکم داور گوش بکنیم حاجی مسعود حاجی پهله حسان رو به جا بردیم چی برسته؟ خدای خوب آزمایی برادری بزرگ غالب آمدن از استاد حاجی صفرا خواهش میکنم برای بابا دادن یک برگ سر در جشن نواخته شود باشد که خاندان یک سال اسرائیل غالب آمد در این بازی او خیلی وزن سنگین بود که از پهلوانی وزنی بخشی ادامه می‌یابد حاجی خرج را صاحبان میدان هم مرحبا کوشش بابا میدان با هم خوب آزمایی میکنن بعد پهلوان هم برای کار میکنیم خواهش میکنیم بعد این خوب آزمایی وزنی تر میدان داری کنه وزنی تر مرحبا از طرف صلاح‌الدین اشرف برای گوشنده زیبای سینا جان سرطلق 100 سومونی سنگینه 100 سومونی بچه ها چی؟
برای کشیده زبای سینا سیفالله 100 تومانی وزنی تر خوب در اینجا فتح شده است که حالا یک گروه حکم دو حالا حریفی سیفالله سینا جان جابر از سعودیان 50 تومانی از طرف یک برادر برای گوشتینگاه زیبایی سینا سیفالله سنگینوف بالا در میدان سیفالله پسابانی میدان با پهلوان قلندر بزای جبار رسولوف که آزمایی میکنند قلندر با لباس ورزشی واقعا چند لحظه پیش ما شاهد آن شدیم که پهلوان‌های شناخته نایه جبار رسولوف همداران ما پیش پروندان ما وارد جشنگاه نوروزی شده بودند بسیار خوب نشد که اگر در مرکز میدان حاضر شدند میدان نوروزی در حقیقت آماده است که پهلوانی شما را گشتی‌های زیبای شما را نام بسیار خوب شما را معرفی کند و البته نام حاجی شاهی را باز چندین بار به زبان می‌آوریم که در همه نوروزی ها یک خدمت خالصانه و صادقانه میکند باشد که خداوند تبارک و تعالی در عمر، در اصل، در نسل، در دین حاجی شاهین و کل برادرانی که از نایه جبار رسول قدم عرضه کردند برکه خیر عطا کند و برای همه پهلوان‌ها از آن جمله برای پهلوان‌هایی که از نایه جبار رسول میآیند برای کار می‌کنیم. شریف جان برام حکم جانی ای تو گل با همه ذوق و سرور صاحب شهر و دیار از حسن تو سازد چون نور با طلسم رنگ و بویت چون زمین گشت سبز جان آفاق مغرب و مشرق کند از دیدنت آهنگ جور با همین سازی حیات وحدت آفر کشوریم میرسد نوروز نو ما همچون 70 لانتور ماشینی که ریز نویا براد بروا 85 قطعی ماشیناتون گروه 70 لانتور اپل زفیره ماشیناتون تیز گروه که ریز نویا براد بروا مولان پهلوان از دل نورا خلصان پهلوان